این حاکمیت داره تمام میشه، تمام داره میشه، به اجلش داره نزدیک میشه. حاکمیتی که خودشو عین حقیقت میدونه، مرجع حق میدونه، اصلا خودشو حقیقت ساز میدونه، اصلا کارخانه حقیقته، بعد خودشو گاهی در قد و قامت سخنگوی خدا میدونه، دیگه نائب خاص امام زمان کمترین وصفش که برای حاکمیت. این حاکم و حاکمیتی که خودشو در قله ها میبینه، خودشو بر فراز کهکشان ها میبینه، هر شکستی این پیروزی میدونه، هر فضیحت بر رسوایی باش کنار میاد. امام جمعه زمینخوار تایید میکنه، بهش میگه برو نماز جمعه تو ادامه بده. وزیر فاسد متهم در فساد میلیاردی چای دبشه در جلسه سران میارن برای اینکه انگشتشون رو توی چشم مردم کنه. یه چنین حاکمیتی چطور واقعا امید به اصلاح؟ حاکمیت مطلقه از نوع مذهبیش که مردم به مثابه رمه و گله میبینه و اون چی که اصالت داره فقط